پس مادامی که شما با مسیح احیا شده اید، آنچه را که در افراز است بجویید که آنجا مسیح به یمین خدا نشسته است. درباره آنچه در افراز است فکر کنید، نه درباره آنچه بر زمین است. زیرا که شما مرده اید و حیات شما با مسیح در خدا نهان است. وقتی که مسیح که حیات شماست ظاهر شود، شما نیز با او در جلال ظاهر خواهید شد. پس اندام زمینی خود را، زنا، ناپاکی، حرص، هوس بد و طمعکاری را که آن بت پرستی است بکشید، که برای آنها غضب خدا بر پسران عصیان می آید، که شما نیز یک وقت در آنها رفتار می کردید، هنگامی که در میان آنها می زیستید. اما اکنون شما همه اینها را، خشم، غضب، کینه، بدگویی و الفاظ قبیح زبانتان را ترک نمایید. به یکدیگر دروغ نگویید، در حالتی که آدم کهنه را با اعمال وی از خود دور کرده اید و آدم نو را در بر کرده اید، که وی در دانش به شباهت آفرنده خود نو می شود، که در آنجا نه یونانی هست، نه یهودی، نه ختنه، نه نامختونی، نه وروری، نه سکیف، نه غلام و نه آزاد، بلکه همه چیز و در همه چیز مسیح است.